استقامت کننده شهر کلاب هستم که کوچه‌ش نمی خوانم، زیرا یکی مبادای کوچه‌ش کوچه بولوار نبوده است. خب نامش هم نویسانده است، حجرش هم نویسانده است. و 3 سوال ما در مراجعت کرده است. این سوال دیروز در دست من دادن که همین جمعه خوانید. خب سوال یکم، شخص زن دارد و 3 کودک میده، سین و سالش از 4 ساله تا 8 ماهه. زنش را مجبور کند که تو ماشین من را بشوی و من سویدن می روم و لباسهایم را اتیو کن، من تا که فسان باشم و با سویدن رفته برگشته کارهایش را با زنش نقل می کند. این در شریعت درست است یا نه؟ دویم، در بیگاهی عید رمضان بعد شام روزه را ناشکاییده 3 کودک میده‌اگ را که سین و سالش از 8 ماه تا 4 ساله است از خانه با مادر بیمارش پیش کرده است. این چه حکم دارد در عید رمضان؟ سیوم، آدم نمازخوان میتواند که با زنش روبرو شود و زنش را من پدر و مادر تو را، اولاد تو را فلان میکنم گفته دشنا میکند. این خیل آدم ها در شریعت چی گفتنی هستین از شریعت؟ این 3 سوال مثلا 2 تاش در اطراف کدام مردی گویم حرامی هست، کدام مردی خیلی گویم بدبخت و از خدا نمیترسیدگی هست. و سوال 3 اینم در حق همون مردهایی که از خدا و پیغمبر نمی ترسند و اولاد اجداد و پدر و مادر زن دشنام می دهند صحبت می رود. اولا دادرای عزیز، پدر و مادر زن دشنام ندهید، اولاد اجداد زن دشنام ندهید. پدر و مادر او اولاد اجداد او اولاد اجداد توست، پدر و مادر او پدر و مادر توست. بسیاری پدر و مادرهای هستند که نمیخواهند که دخترهای اونها این گونه سرکش و این گونه گویم که شوهرها را احترام نکنند. این خیل نیستن، اونا نمیخواهند، لیکن همون فرزند طبیعتش همون است. و این خاطر دشنام دادن شما در اسلام شما را فاسق میگرداند، شما گناهگار میشوین، از این هیچ پاداش نمیگیرین. زیرا رسول اکرم میگوید که زنها بالای شما حق دارند. یک حق شنمین است که ولا تقبح، شما زنها را دشنام ندهید، زنها را مورد تحقیر حتی مورد زدن قرار ندهید. این سفارش از جانب خدا و پیغمبر است. لیکن وقتی که شوهری که خودش را شاید که اکنون به غیرت گیرد، جسور گیرد و به طرف زن ماشینی من از زیبا کن، لباسهای من از زیبا کن تا که من از پی مثال زنا کردن می روم و بعدا آمده عملهاش باز در نزد این زن حکایه می کند. آیا حکایه کردن این زن در اسلام چی معنی دارد؟ برادرای عزیز و گرامی، من اولا در همین خواهر عزیزم حیرت می مانم. وقتی که تو نظر به زنهای کوچه، نظر به زنهایی که جامعه را فساد میکنند، جوانهای ما را امروز از راه نیک، راه خوب و راه درست برآوردند، وقتی از زن کوچه دیده تو در پیش این شوهر بی‌قدرتر هستی، تو احترام نداری، با تو آنگونه که با زن بیگانه صحبت دارد با تو صحبت ندارد، آنگونه گلدسته و دوخی هایی که به زنهای کوچگر هدیه میکند تو بار در حیاتت ندیدی، تو چی ضرورت داری با این خیل مرد حرام زندگی میکنی؟ تو چی ضرورت داری؟ از زیناکار باید زن زیناکار گیرد و برای آدم حرام زن حرام در کار است. تو چی ضرورت داری؟ و تو میبینی قدر نداری، قیمت نداری. باور کنین به خدا قسم، همون جوانهایی که امروز در کوچه ها زنا میکنن، افلاسی میکنن، از نظارت دکتر گذرانشان یا سیفلیسند یا تریپرن یا سپیدند.
در کوچه زنی آواد نیست. در یکی از این بیماری ها همین جوان ها گرفتار هستند. اگر زنی بیمارم که نباشد، خدا در قرآن ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، پروردگار از بالای 7 طبقه آسمان خدا با بندش مهربان است، خدا بندش دوست می‌دارد. چیزی که به ضرر بنده است، به خطر بنده است، خدا از بالا ما را خبر داد به زنا نزدیک نشو، نزدیک به زنا نشو. ولا تقربوا الزنا، بین خدا ولا تزنوا نگو، زنا نکن نگو، بلکه به زنا نزدیک نشو، زیرا این بدراهی است، خطر دارد. اگر من باوری دارم انا همین جوان حرامه، اگر یک طبیب گوید که تو زنا نکن که در روده تو یا در معده تو یا در یگان جسم تو ضرر میرسد، سخن طبیب قبول میکند و سخن خدا را پشت سر میپرتاید. حالا که از طبیب دیده، از دکتر دیده، خدا برای تو داناتر و خدا برای تو مهربانتر است. الله حکمت اینه میداند. خداوند به حکمت هیچ چیز را حرام نگردانیده. خدا رحمت کند. حسین واعظ کاشفی را در تفسیر حسینی میگفت که تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده. این خدا از بالای 7 طبقه آسمان میگفت این الخمر والمیسر اینا رجس من عمل شیطان، عرق نخور، قماربازی نکن، بت پرستی نکن، پیش فالبین نرو، اینا پلیدن، عملهای شیطانن. میگوید سخن این را چکار میکنی تو؟ تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده. خدا میگوید عرق ننوش. تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حلوا. ببین مقایسه را ببینیم. میگوید وقتی که نزد طبیب رفتی، طبیب برای تو گفت که الحال ما تو را معاینه کردیم، تو کسل قند بوده ای یا کسل معده بوده ای یا کسل جگر بوده ای، زینهار یک عرق ننوشی. در همون ریسپتش، در همون گویم که کاغذی که برای طبابت تو میدهد همون جمعه نویسد که مبادا به عرق نزدیک نشه و که جگر درد میکند، روده ها تا زلال میتد، معده تا میسوزاند و دیگر. حضرت حسین واعظ کاشفی چی گفت؟ ببین سخن طبیب ببینین و سخن رحمان ببینین، کدامش قابل قبول شد برای آدم نادان، برای آدم نافهم؟ نمیمانی زنادانی برای گفته رحمان، بمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. ای آدم بی عقل، ای انسان بی فراست، ای آدمی که تو تفکر نداری، تو معنویات نداری، تو فرهنگ نداری. حسین واعظ کاشفی میگوید خدا تو را علکه از خطر این خبر داد نیستادی. لیکن امروز یک انسان تو را میگوید که در وجود تو زلال دارد، سخن یک انسان قبول کردی. لیکن الله از بالای 7 آسمان میگوید به زنا نزدیک نشو، زنا خطر دارد، زنا بے برکتی دارد، شرمندگی دارد، بے آبروگی دارد. سخن رحمان قبول نمی سازی. از سخن رحمان چی ضرر دیدی؟ آمده با زنا را در نزد زن خود صفت میکند، نقل میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث مسلم است، قسم به خدا، این من اشر الناس منزلتا عند الله. ببینید بدترین مردم در پیشگاه خدا، پیغمبر خدا گفتن کی است؟ آن کسی که شب با زن خود خانه‌داری میکند، با زن حلالی نکاحی خود خانه‌داری میکند، زن با او هم خانه‌داری میکند، سحری که شد همون خانه‌داریش در بین مردم نقل کند، بدترین مردم در پیشگاه خدا هست. ببین زندگی حلال خودت، خانه‌داری که از روی طب شریعت برای تو حلال درست بود و یا حکایه کردن این که گناه باشد، تو این زنا را از روی لذت و از روی گویم شوق و از روی این قدر بدبختی از وقت صفت میکنی، از خدا نمیترسی، از خدا نمیترسی. خدا در قرآن سأصله سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر.
خدا میگوید برای بندگان من اعلان کن که آن دوزخی که اونها در گوش دارند دوزخی است که لا تبقی ولا تذر، تو را نمیگذارد گوشت و پوست و رگها تا دوزخ میخورد دیگر، رها نمیکند تا زمانی که هلاکت نکند. پسترین عذاب دوزخ حبیب خدا گفتن چی است؟ فی اخمت قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه. پسترین عذاب دوزخ همین بود است که در پشتک پاک پروردگار دو لخچه علاوه می گذاشته است، آنچنان حرارت داشته است که یغلی منهما دماغه، از بینی ها زرداب سر می کند. این پسترین سبکترین عذاب دوزخ است. از خدا ترسید برادر عزیز، توبه به سوی خدا کن، توبه به سوی پروردگار بکن. زندگیت را با این زن زندگی خوب گردان. و الی خواهر عزیز، اگر این انسان از این راه بد نگردد، در دست این بودن تو در همچنان است که تو غریب هستی، تو غریبی، تو زود از دست این آدم ناپاک خلاص شو. این آدم ناپاک ارزنده تو برای خواهر ندارد. برادر عزیز و گرامی، همه شما امروز وضعیت میدانید، کوچه را میدانید. امروز زنا بسیار انجام دادنش آسان شده است، به حد آسان شده است. و 5 سامان هم شما زنا میکنید، لازم شود 1 سامان هم شود. لیکن احتیاط کنید، احتیاط کنید، و زنا نزدیک نشوید. زیرا آدم ایمان شبای میدهد، آدم بے فیض و بے برکات می شود، زندگی خوب اصلا نمیبینی دیگر. و این خاطر برادر عزیز، این خواهرم حقوق داری که اگر ببین نصیحت کن، با نصیحت اصلاح شود این جوان، زندگی تا دوام ده. لیکن نشد از دستش برا تو یک آدمی، این که آدم پاکیزه و با صبر باشی، خدا برای تو یگان شوهری با صبر و با حیا را نصیب گرداند. تو زیب یک گویم زن یک باید یک مرد باشی که آدمی خدا ترس و آدمی با صبر باشد. بگذار این آدمی حرام باز یک حرام دیگر را گرفته زندگیش کردن گیرد.